ارباب چه کارایی برای پروژه داره؟ درود دوستان، من احسان امینی هستم. با من همراه باشید. این بار میخوایم در مورد والوا توضیح بدیم و کارایی‌هاشون. بالولو یا شیر توپی یکی از انواع شیرآلات صنعتی است که برای قطع وصل جریان مایعات و گازها به کار می‌رود. این شیر دارای یک توپ فلزی کروی شکل داخل بدن است که با چرخش 90 درجه آن مسیر جریان یا باز می‌شود و یا بسته می‌شود. چک والو شیریه که فقط اجازه میده سیال در یک جهت حرکت کنه و جلوی برگشت جریان رو میگیره. به صورت خودکار کار میکنه، نیازی به اپراتور نداره. وقتی جریان در جهت درست باشه باز میشه و اگر جریان برعکس بشه بسته میشه. برای جلوگیری از ضربه قوس مانند، واتر همرینگ و آسیب به پمپ‌ها خیلی کاربرد داره. گلاول یا شیر کروی نوع شیر صنعتی است که برای کنترل و تنظیم دقیق جریان مایعات و گازها در خطوط لوله استفاده می‌شود.